шунавандаҳои азизу гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. امروز صحبت تلفنی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری ترکیه محترم رجب طیب اردوغان برگزار گردید. در هفته صحبت سران دولت‌ها با مناسبت عید مبارک قربان مبادله تبریکات صمیمی را عنوانی مردمان به هم برادر دو کشور انجام دادند. در سخن خود پیشوای ملت سنت‌های اصلی این عید سعید را که تجسمگر ارزش‌های عمومی بشری، برادری و پیوندهای عمیق دوستی، رضایت، همدیگر فهمی و اعتماد به یکدیگر و همدستی میباشند تاکید کردند. جانب‌ها همچنین اطراف روند نگران کننده پنه‌شوی بیماری کووید 19 در سطح جهانی مبادله افکار انجام دادند. در این ضمن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مردم شریف ترکیه، نزدیکان و پیوندان قربانیان این بیماری همدردی عمیق بیان نموده و بیمارانی که گرفتار آن میباشند شفای هرچی زودتر آرزو کردند. با جانب ترکیه برای تقدیم کمک بشردوستانه طبی و مساعدت در برگردانیدن شهروندان تاجیکستان به وطن منتداری این جانب ابراز کرده شد. در رابطه با این پرزیدنت ها آمادگی جانب ها را جهتی در آینده نزدیک از نو به راه ماندن پروازهای منتظم را بین دو کشور تاکید کردند. مسئله های علیحده مناسبت های دو جانبه تاجیکستان و ترکیه از جمله رشد همکاری های تجارتی و اقتصادی، اینچنین همکاری در ساحه امنیتی و مبارزه مشترک علیه خطر و تهدیدهای گلوبالی در مرکز توجه جانبها قرار داشتند. در هفته صحبت همچنین دیگر مسئله های مبرم بین المللی و منطقوی بررسی گردیدند. طبق خبر ستاد جمهوریوی اوید با پرزور نمودن تدبیرهای ضد اپیدمیوی و پیشگیری از پهن‌شوی سیرت کرونا ویروس کووید 19 در جمهوری تاجیکستان به حالت 1 آگوست سال 2020 7451 نفر با تشخیص سیرت کرونا ویروس آشکار گردید. تا امروز 6233 نفر از این بیماری شفا یافته، 60 حالت فوت شهروندان به قید گرفته شده است. در یک شبانه روز آخر 40 نفر پس از گذرانیدن تشخیص و معاینه در حالت قناعت بخش از مؤسسه‌های طبابتی جواب داده شدند. ستاد جمهوریوی اوید با پرزور نمودن تدبیرهای ضد اپیدمیوی و پیشگیری از پهن‌شوی سیرت کرونا ویروس کووید 19 در جمهوری تاجیکستان به خاطر حفظ سالمی اهالی، امنیت شهروندان و پیشگیری از پهن‌شوی بیماری‌های سیرتی از تمام ساکنان مملکت دعوت به عمل می‌آورد که از خانه به نقاب محافظتی طبی بیرون نبرایند، در نقلیات جمعیتی و شخصی حتمی نقاب استفاده برند و در مرکزهای سودایی و بازارها، باغ و گلگشت و خیابان‌ها نیز حتما به نقاب نگردند. از دستفشاری هنگام سلام و همدیگر را به آغوش گرفتن خودداری نموده، قاعده‌های گیگین شخصی را قطعاً رعایت نمایند. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. حکومت جمهوری تاجیکستان از سالهای اول صاحب استقلالی به ساحه معارف توجه مخصوص ظاهر کرده برای بهترشوی اینفراستراکچوری ساحوی نقشه‌های مشخص را عملی ساخت. افزون گردیدن توجه به ساحه معارف امکان فراهم آورد که خوانندگان برای تحصیل از شرایط زمانوی بهره‌ور گردند. در ناحیه دندقره ولایت ختلون نیز تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان روز تا روز تقویت بخشیده می شود. در همین زمینه امروز در ناحیه دندقره بینای نوی 5 مؤسسه تعلیمی موردی بهره برداری قرار داده شد. سمندر اسکندرزاده از جریان افتتاحی انشاءات مذکور گزارش آماده نموده است. در ناحیه دندقره ولایت ختلون برای در سال نو خونیش 2020-2021 در شرایط معاصر و جوابگو به طلبات زمان با تعلیم و تربیت فرا گرفتن نزدیک 1000 نفر خواننده امکانیت سازگار علم آموزی فراهم آورده شد. با اشتراک وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان محمد یوسف امامزاده، رئیس ولایت ختلون قربان حکیمزاده و رئیس ناحیه دندقره رحمان اسلامیدین خیریدین بینای نوی 5 مؤسسه تعلیمی در دهه‌های گلافشان، چمنستان، زلال، دلنشین و شرشر ناحیه دندقره به استفاده داده شد. برای بنیاد انشاءات تعییناتشان گوناگون بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان اساساً صاحبکاران اقدام کرده اند. در دهه گلافشان دهات اقصو بینای مؤسسه تعلیمی از جانب عائله نازلوف‌ها بنیاد شده برای در دو بست به تحصیل فرا گرفتن نزدیک 300 نفر پیش بینی گردیده است. عین زمان در این مؤسسه 180 نفر خواننده به تحصیل فرا گرفته شده، آموزگاران باشد 12 نفر می باشد. همچنین در دهه گلافشان با سهم صاحبکاران از راه اساسی تا نزد مؤسسه راه بین دهوی تعمیر کرده شد. برای تشخیص و معالجه بیماران باشد بنگاه طبی بنیاد گردیده در دایره جشن‌های ملی مورد استفاده قرار گرفته بود.
میناداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم و جواباً به این غمخوری‌های پدرانه جناب عالی وعده می‌دهیم که خوانندگان را در روحیه وطن‌دوستی و میهن‌پرستی تربیت نموده به پایان میرسانیم. از نام خود و کل خوانندگان این مؤسسه مینت‌داری خویش را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانیم که برای ما خوانندگان چنین مکتب‌های زمانوی و زیبا ساخته‌اند. جواباً به این غمخوری‌ها وعده می‌دهیم که با بهای خوب و اعلی خوانده فرزندان شایسته این دیار می‌گردیم. آرزو می‌کردیم که در دهه ما هم خیلی مؤسسه زمانوی ساخته سپرده شود. این خیلی مکتب زمانوی نداشتیم. صنفخانه‌ها نمی‌رسیدند. ما میناداری خودمان را بیان می‌کنیم و پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهه چمنستان دهات اقصو با سهم حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان رشد بینای مؤسسه تعلیمی دو آشیانه برای در دو بست به تحصیل فرا گرفتن نزدیک 500 نفر خواننده ساخته شده است. در مؤسسه تعلیمی در برابر اتاق‌های فنی همزمان برای آموزش کسب و هنر از جمله آماده نمودن خوراک‌های ملی، دوریدگری و دوزندگی نیز امکانیت فراهم میباشد. این زمان 10 نفر خوانندگان این مؤسسه تعلیمی در دوره تعطیل با استفاده از امکانیت فراهم آورده شده به دوختن نقاب‌های طبی مشغولند. هنگام لایحه‌کشی آینده زیادشوی خوانندگان به اینوبت گرفته شده است. این زمان شماره خوانندگان 180 نفر و آموزگاران باشد 15 نفر را تشکیل می‌دهد. همیشه امید می‌کردم که در همین قشلاق من، همین دهه من، همین خیلی مکتب تشکیل شد. برای که فرزندای ما از او میکشید. این سینی با پرور میرفت، این مکتبی کوریز میرفت در زمستانو. باید مادر یا که پدر همیشه نظارت کرده بیسن فرزنداشون. همین که مکتب تکی موندم، ما همین خودم همچون 10 صاحب فرزندم. هر قدمی موندن فرزند را من نظارت میکردم. خود ایما میناداری میکنه که چه مورد واره هبت نبردی. خونم فرزندم. تاجیکستان میهنی من، خانه آبادی من، بختی من، دنیای من، ای کشوری آزادی من. ما خوانندگان آرزو داشتیم که چنین مؤسسه زیبا در دهه ما ساخته شود. امروز باشد ما به آرزویمان رسیدیم و سعی و کوشش می‌نماییم که از تکنولوژی معاصر با خبر شده زبان روسی و انگلیسی را خوب آموزیم. اقبالی بلندی ما، دورانی پسندی ما، در ساحه آموزش الهامی دوچندی ما، از مهری وطن باشد آهنگی سرودی ما. هر درس که میخوانیم باید که نکودانیم، در نشء و نما کردن همرنگی بهارانیم. از مهری وطن باشد آهنگی سرودی ما بچگان دوران استقلالیت می‌نداریم از جناب عالی که با ما چنین مؤسسه زیبا و زمانوی را با تمام تجهیزات‌هایش تحفه نمود. ما وعده می‌دهیم که با بهای خوب و اعلی می‌خوانیم. در دهه زلال دهات اسمت شریف نیز از روی لایحه معاصر بینای دو آشیانه تعلیمی برای در دو بست به تعلیم فرا گرفتن 480 نفر خواننده بنیاد کرده شده است. در این مؤسسه تعلیمی شرایط معاصر علم آموزی فراهم بوده. حالا شماره خوانندگان 240 نفر و آموزگاران 13 نفر میباشد. مؤسسه تعلیمی را عائله تورعلیف‌ها با پشتیبانی از سیاست دوربینانه رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان بنیاد کرده اند. در مؤسسه که ما قبلا تحصیل میکردیم شرایط برای علم آموزی و گذراندن چاره‌بینی ها نه آنقدر مساعد بود. نوبسته از این ما رو افتاده نشده به تحصیل خود ادامه دادیم و در چاره‌بینی های منطقه‌ای و جمهوریوی اشتراک فعالانه نمودیم. امروز ما شکرگزار از آن هستیم که با ما چنین مؤسسه نو زمانوی ساخته به استفاده دادند. ما خوانندگان وعده می‌دهیم که با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده با آموختن زبان‌های معاصر در آینده نامبردار خلق و وطن خویش می‌شویم. تاجیکستان نام تو بر عرش اعلا میبریم، پرچمت را باز بالا میبریم. مؤسسه تعلیمی دهه دلنشین دهات پوشینگ باشد. دو آشیانه بوده، دارای 14 اتاق از جمله 10 صنفخانه فنی، صنفخانه کامپیوتری با 12 عدد کامپیوتر، کتابخانه و دیگر اتاق‌های لازمه میباشد. انشاءات مذکور برای در دو بست به تحصیل فرا گرفتن 480 نفر خواننده
пешбинӣ шудааст. айни замон дар муассисаи мазкур 17 нафар омӯзгор барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани 237 нафар хонанда фаъолият доранд. иншооти мазкур аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ бунёд карда шудааст. با تشبث و غمخوری‌های اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان امروز با ما آموزگاران جوان چنین مؤسسه نو و زمانوی ساخته به استفاده دادند. ما در یک مؤسسه کار و فعالیت می‌کردیم. مؤسسه با طلبات زمانه جوابگو نبود. خوانندگان حتی در جای نشست تنقیصی می‌کشیدند. ما جواباً با غمخوری‌های اساسدار صلح و وحدت ملی همچون آموزگار جوان وعده می‌دهیم که شاگردان را در روحیه وطن‌دوستی، خویشتن‌شناسی و خودآگاهی ملی تربیت می‌دهیم. شکرانه از آن میکنم که شهروند زاده استقلال هستم. من سال 2018 مؤسسه مذکور را با بهای خوب و اعلی ختم نموده طبق کوتای پرزیدنتی به دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی داخل شده سزاوار نام بلند دانشجو گشتم. عین زمان در بخش سیوم فاکولته متماتیک تحصیل میکنم و اینچنین در یکی از بانفوذترین مؤسسه‌های تعلیمی مؤسسه دولتی مرکز تعلیمی زنان سرور تحصیل خود را ادامه داده ایستادم. من منتداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که به ما دختران دهات چنین امکانیت‌های خوبی تحصیل را فراهم آوردند. ما جوانان جواباً به غمخوری‌های پدرانه پیشوای ملت وعده می‌دهیم که دانشگاه را سربلندانه ختم نموده به خلق و ملت خویش صافدلانه خدمت میکنیم. شکری دوره استقلالت میکنم که به ما طالب علمان چنین مؤسسه خوب زمانوی ساختند. ما با اساسگذاری صلح و وحدت ملی وعده می‌دهیم که مؤسسه را با بهای خوب و اعلی ختم کرده به خلق و وطن خویش خدمت می‌نماییم. бинои муассисаи таълимии рақами 45 деҳаи шаршари деҳоти пушинг низ барои дар як баст фаро гирифтани 240 нафар хонанда сохта шуда дорои шароити муосири илмомӯзӣ мебошад. иншоот дуошёна буда дар он барои омӯзиши забонҳои хориҷӣ, технологияи информатсионӣ ва илмҳои дақиқ шароит муҳайё карда шудааст. ҳамзамон ҷиҳати ба варзиш машғул гардидани хонандагон дар назди муассиса майдончаи варзишӣ бунёд гардидааст. дар ин муассисаи таълимӣ айни замон шумораи хонандагон 150 нафар ва омӯзгорон 11 нафарро ташкил медиҳад. муассисаи таълимӣ дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ сохта шудааст. ما خوانندگان منتداری خود را با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانیم که با ما چنین مؤسسه زمانوی برهوا و تمام شرایط‌های تحصیل ساخته به استفاده دادند. ما جواباً به غمخوری‌های آنها وعده می‌دهیم که مؤسسه را با بهای خوب و اعلی ختم نموده با دانشکده‌های عالی کشور داخل شده در آینده با خلق و وطن خود صادقانه خدمت می‌نماییم. اسنوی با استفاده سپردن انشاءات سوهای معارف در دهه‌های گلافشان، چمنستان، زلال، دلنشین و شرشر ناحیه دنغره تاکید کرده شد که در زمان صاحب استقلالی سوهای معارف چون سمت افضلیتناک قبول شد. برای رشد آن برنامه و لایحه‌ها و مبلغ‌های ضروری جدا گردیده در این سمت نقش صاحبکاران و شخصان سخاوتپیشه نیز نظررس ارزیابی کرده شد. در این راستا درک بلند مسئولیت شناسی پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند و به وای رسانیدن نسل‌های وطندوست و خودآگاه ضرور دانسته شد. در زمان جهانی‌شوی و رشد ساحه علم و تکنولوژیا تنها نسلی با فرهنگ و دانشمند می‌تواند ارزش‌های ملی را حفظ و پیشرفت روزافزون جامعه را تامین کند. احیای دولت است و شد، بخت و سعادت است و شد، هستی تو میلاد را پدر، مهر و محبت است و شد. روزگارت آسوده بود و مردمت آزاده بود و چون درت بر روی دنیا هر گره بکشاده بود و بخت با تو مهربان بود، همدل و اهل جهان بود. ای دیاری نیک نامو نام نیک جاویدان بود. نامی تو باشد ورد زبان ها، زی تو گیرد علم هر فرد دنیا، به تو ندارد هیچ رنگ روزگار، رنگ آموزی ما هستی آموزگار. به این مرد خدا از جان و دل شکرانه باید کرد، دعای دولت و جانش به هر یک خانه باید کرد. همه اون اعتراف خدمتش مردانه باید کرد، برای صلح رفته زندگی احلانه باید کرد. از هر تپش دلم شنو آوازش،
انگیزه عاشقانه من وطن است با گیمن و نشان و پرچمش مینازم عالم عالم خزینه من وطن است شکر استقلال کشور پاره ها با هم شدند پیر و برنا از سری نو هم دل و همدم شدند تاجیکستانی تاج بر سر بعد صدها درد و رنج صلح و وحدت خواسته جا زیر یک پرچم شدند ما جوانان قلبی بیداری وطن صف به صف هر روز در کاری وطن ما عوض کردن نمیخواهیم هیچ با گل ملک دیگر خاری وطن انیس کنج تنهایی و فروغ صبح دانایی کتاب است و ما می‌دانیم که کتاب خوانی و کتاب دوستی انسان را حتما به قله مراد میرساند بهترین حرفی محبت وطن است مهر و اخلاصی صداقت وطن است شعر بافی هنر نیست که نیست سخنی از همه قیمت وطن است барои бунёди иншооти соҳаи маориф дар ноҳияи данғара бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон асосан соҳибкорон ҳавасмандона саҳм мегузоранд. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи данғара бунёду ба истифода додани 45 иншооти соҳаи маориф ба нақша гирифта шудааст. ба ҳолати 1 августи соли 2020 бинои 21 муассисаи таълимӣ мавриди истифода қарор гирифт. корҳои сохтмонӣ дар 11 ва лоиҳакашӣ дар 13 иншооти дигар идома дорад. бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва таваҷҷӯҳи бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон соҳаи маорифи ноҳияи данғара ба таври чашмрас рушд карда сифати таълиму тарбия низ ба маротиб беҳтар шуд. натиҷа ҳамин аст ки дастоварди хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия сол то сол меафзояд. дар ноҳияи данғара дар баробари дигар соҳаҳои хоҷагии халқ ҷиҳати рушди соҳаи маориф таваҷҷӯҳи махс зоҳир карда мешавад. аз он ҷумла шуруъ аз бунёди синфхонаҳои иловагӣ муҷаҳҳазондани синфхонаҳо бо компютеру технологияи муосир ва сохтмонҳои иншоотҳои соҳавӣ ки дар ноҳия бо сурат ҷараён доранд. дастовардҳо аз тарафи хонандагони муассисаҳои таълимӣ сол ба сол афзуда истодааст. масалан дар соли таҳсили сипаригарида соли таҳсили 2019-20 хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар озмунҳои ҷумҳуриявии фаннии фаъолина ширкат варзида соҳиби 26 медал гардиданд ки аз ин шумора 3 тои онҳо бо медали тилло 9 нафар бо медали нуқра ва 13 нафар бо медалҳои биринҷии сарфароз гардида шуданд. инчунин дар соли таҳсили сипаригарида қайд кардан мумкин аст ки хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 4 ноҳия муассисаро бо медали тилло ва аттестати аълои намунавӣ хатм кардааст. ҷавобан ба ғамхориҳои ҳамешагии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон мо маорифчиёни ноҳия кӯшиш менамоем ки хонандагонро дар рӯҳияи хештансиносӣ ва тандурустӣ таълиму тарбия намуда боз ҳам ба дастовардҳои аз ин ҳам назаррас ноил гардем. аз 5 иншооти бузурги соҳаи маориф ки имрӯз дар ноҳияи данғара мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд 4 тои он бо саҳми соҳибкорон ва шахсони саховатпеша бунёд карда шудааст. дар маҷмӯъ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи данғара аз шумораи умумии иншооти соҳаи маориф ки сохта мешавад 33 ададаш аз ҷониби соҳибкорон ва шахсони саховатпеша бунёд мегардад. ин собитгари он аст ки сокинону соҳибкорони бонангу номуси ноҳияи данғара сиёсати хиратмандона ва дурбинонаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ҷонибдорӣ намуда барои пешрафти соҳаҳои муҳими хоҷагии халқ ва рушди тоҷикистони соҳиби истиқлол талош мекунанд. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи данғара бунёду ба истифода додани 372 иншоот ба нақша гирифта шудааст. то санаи 1 августи соли 2020 158 иншоот мавриди истифода қарор гирифт. бунёди 111 ба лоиҳакашии 41 иншооти дигар идома дорад. дар деҳаи ғарғараи деҳоти корез низ аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ таъмири роҳҳо равшаннамоӣ ва сафолакпӯш кардани маҳаллаҳои аҳолинишин ҷараён дорад. ҳамзамон ҳоло бунёди роҳи байни деҳаҳои маликова сафобахш бо дарозии наздики 5.5 километр ҷараён дорад. барои пешбурди кор дар асоси лоиҳа техникаи роҳсозӣ ва мутахассисон сафарбар гардида талош ба он равона карда шудааст ки иншоот дар наздиктарин фурсат ба истифода дода шавад.
ҳамчунин бо саҳми соҳибкорони ватандӯсти ноҳия 3.5 километр роҳи миёни деҳаи пушинг ва шаршар асфалтпӯш карда шуда барои сокинон имконияти мусоиди рафту омад муҳайё гардидааст. умуман дар ҳамаи деҳоти ноҳияи Данғара ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, тадбирҳои ободонию бунёдкориро сокинон бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ба хотири пешрафт ва ободии Тоҷикистони соҳиби истиқлол идома дода истодаанд. با اندیشه متخصصان ساحه انرژتیک عامل اساسی در پیشگیری از تلفات نیروی برق فرهنگ استفاده آن از مدنیت بلند شهروندی می باشد. در ولایت بابت صرفه نیروی برق و استفاده از تجهیزات کم مصرف برقی به واسطه در بین اهالی کارهای فهماندهی گذرانده می شود. گزارش خبرنگاران ما از ولایت ختلان. ساکنان ولایت ختلان کوشش میکنند که تدبیرهای صرفه‌جویانه انرژی را راه‌اندازی کرده از تجهیزات کم مصرف برقی برخورداری کنند. شبکه‌های برقی جنوبی ولایت ختلان در همین زمینه تمام نهاد زیرساحه را به دوره نوبتی زمستان گذرانی آماده کرده میان مردم و شبکه‌های برق شهر و ناحیه‌های ولایت جهت پیشگیری از تلفات نیروی برق کارهای فهماندهی انجام می‌دهند. حرکت می‌کنیم که تا موسم زمستان سال 2021 پره شبکه برقی جنوبی را برای تامین کردن مردم منطقه بختر ولایت ختلان پره با برق خصوصی تامین نمایید. عامل اساسی در تامین شبانه روزی و سالانه اهالی با برق این مقصدناک استفاده بردن از نیروی برق دانسته می شود. در زمینه قرار حکومت جمهوری تاجیکستان راجع به منع نمودن لامپ‌های سوزان و گذارش به لامپ‌های کم مصرف برقی همچنین عاقلانه برخوردار شدن از نیروی برق متخصصان ساحه در ولایت ختلان کارهای نظارت ساحوی به انجام می رسانند. ما اگر تجهیزات برقی کم مصرف استفاده نماییم یعنی تمامی آن مشکل‌هایی که در استفاده بری نیروی برق امروز به میان آمده است ما نباید از این حد نظر نماییم زیرا که ما اگر خواهیم که در آینده ساحه انرژتیکی کشور رشد یابد همگان باید دستی هم گرفته باید برای پیشروی این ساحه سهم خود را گذارند. مسئله صرفه و سرشتکارانه استفاده بردن نیروی برق پیوسته تحت نظارت قرار گرفته تنها مسئولیت خاص شهروندان ضرور است تا سری وقت مبلغ استفاده کرده نیروی برق را پرداخت کنند. متاسفانه در این مورد بعضی مسئله ها جای دارند که موجب مانع شدن به پیشرفتی کاری ساحه می‌گردند. ما ده‌ها مرتبه مراجعه نموده ایستادیم طریق سود طریق مقامات پروکراتوره پیشنهاد نموده ایستادیم اون مشتریانی که در تجارتی در صنعتی غیر صنعتی فعالیت دارند برای هر چیز زودتر پرداخت نمودن قرض دبیتوری بسیاری حالت‌ها یگان از طرف مشتریان یگان پرداخت نمی شود زیرا ما با آنها میفهمونیم که در حالت پرداخت نگردیدن مبلغ نیروی برق که در نیروگاه‌های برقی متخصصان ساحه برق را استحصال نموده به شبکه‌های برق انتقال می‌دهند ما باید سری وقت مبلغ برق را پرداخت نموده برای تجهیزات خریداری کردن برای در آینده با تامینات برق بودن باید در سهم خود را در شرکت برق تاجیک گذاریم ولی متاسفانه بسیاری مشتریان ما هستند که سرکشی می‌نمایند از پرداخت ما با مشتریان توصیه داده ایستادیم که به حساب کنند که برق یعنی بالاهای پنهانی استفاده برای نیروی برق خودداری نمایند زیرا تلفات نیروی برق باعث می‌گردد که با دیگر مشتریان ما نمی‌توانیم برق را تامین نماییم. حکومت جمهوری تاجیکستان با ساحه کشاورزی توجه مخصوص ظاهر می‌نماید. این امکانیت می‌دهد که صادرات محصولات نیز بیشتر گردد. امروز خواجگی‌های دهقانی و صاحبکاران جمهوری در برابر آن که اهالی مملکت را با محصولات کشاورزی از جمله میوه و سبزیجات تر و تازه تامین می‌کنند، اینچنین صادرات آن را نیز به طور ضروری بر راه مانده‌اند. همکارمان منوچهر سلیمان موضوع را ادامه می‌دهد. محصولات صادراتی تاجیکستان را امروز اساساً میوه و سبزیجاتی از جهت اکولوژی تازه تشکیل می‌دهند. این میوه‌های شهربار و سبزیجات تر و تازه در بازار جهان خریدار خود را پیدا کردند. اقلیم جمهوری تاجیکستان برای بنیاد باغ و تاک‌پروری مطابق بوده در اساس تجربه غنی امکانیت صادرات افزون می‌گردد.
дар асоси татбиқи барномаҳои рушди соҳаи боғу токпарварӣ майдони боғу токзор афзоиш ёфта, дар баробари таъмини бозор иқтидори содиротӣ бештар гардид. қисми зиёди боғҳои навбунёд меваҳои содиротӣ доранд. зеро барои ба даст овардани ҳосили фаровон дар боғҳои нав дарахтоне парвариш меёбанд ки меваҳои лазиз ва босифат доранд. бино ба маълумоти омурӣ дар 6 моҳи соли равон новобаста аз зиёд шудани содироти маҳсулот номгӯи баъзе аз онҳо кам гардидааст. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои боз ҳам беҳтар намудани содироти маҳсулоти кишоварзӣ диққати махсус зоҳир менамояд. дар ин замина бахши хусусӣ пайваста дастгирӣ ёфта нақшаи содироти мева марҳила ба марҳила таъмин мегардад. ба андешаи мутахассисон афзалияти зироати ғалладонагӣ ва лӯбиёгиҳо дар он аст ки қобилияти дуру дароз нигоҳ доштан мавҷуд аст. бо доштани сафедаҳо дар таркиби худ ба саломатии инсон фоидаовар мебошад. инчунин оилае ки замини назди ҳавлигӣ ва ё заминҳои бештар дар ихтиёр доранд метавонанд ба парвариш ва захира намудани чунин маҳсулот машғул шаванд. маҳсулоти донагӣ ё лӯбиёгиҳо дар зарфҳои шишагӣ ва борхалтаҳои аз коғаз ва матоъ омода шуда бояд захира карда шавад. гузориши Аҳлиддини Нурулло доир ба ин мавзӯъ. امروزها ساکنان شهر نویه‌های جمهوری بعضی نمودی محصولات کشاورزی را در ظرف‌های الهیده با طرز و اصول‌های خاص ذخیره کرده و نگاه می‌دارند که نه تنها در زمستان بلکه تا بهار صفت خوبی خود را گم نمی‌کند. در خانه‌ها غله‌دانگی‌ها را برای 1 یا 2 سال ذخیره می‌کنند. مثلا گندم، برنج، ماش، زغیر، نخود، لوبیاگی‌ها و غیره را در ظرف‌های مخصوص مدتی دراز برای 2 سال آینده ذخیره دارند. بنا به گفته متخصصان ساحه کشاورزی اگر در صندوق‌ها غله را نگاه داریم یک چند سال صفت خود را گم نمی‌کند. استفاده چنین اصول‌های خاص امکان می‌دهد که غله، آرد و روغن، لوبیاگی‌ها، میوه خشک، قوق توت و زردآلو و دیگر نمود مواد غذایی صفت و ترکیب طبیعی خود را نگاه دارد. امروزها به نظر می‌رسد که در هر یک خانه‌دان زنان هنرمند با آماده نمودن خورش برای دوره زمستان مشغول هستند و محصولات ضروری را با طرز و اصول گوناگون در ظرف‌های شیشگی ذخیره می‌کنند. بعضی ها اندیشه دارند که گندم تازه سالا مهان کردن ذخیره کردن نمیشه و این نادرست است. وقتی که ما گندم را شستیم تازه کردیم در آفتاب خشک کردیم باید که ما شبانه در یک سطح جایی که گندم خنک شود بعد ما وای جابجا کنیم خلطه کنیم ذخیره کنیم اگر از 2 سال هم زیاد وای نگهبانی کرده میشود. هدف اصلی ذخیره کردن خوراک پیش از همه برای قانع گرداندن طلبات خود عائله با مواد غذایی فراوان و دسترسی یافتن هر خاندان در دوره زمستان و بهار با مواد غذایی سرغذا میباشد. از این رو ثمرانه و مقصدانه استفاده بردن زمین عامل اساسی فراوانی محصولات میباشد. 20 تا زمین کارچکا کوریده بودم قریب 6 تا کارچکا گرفتم. از آخر ماه مارس که من از حاصل کارچکا خودم در خانه استفاده بردم خورده شده من باز ذخیره برای آینده همه اهل عائله خیلی که جناب عالی در همه برنامه‌هاشون تاکید میکنن که ذخیره 2 ساله خوراک باید که تامین باشه. من زنهای عائله کلینا و عائله من ذخیره کردگیم برای تا از زمستان برآمدن. هر یک ساکن مملکت را نیز ضرور است که مدنیت خوبی استفاده زمین‌های نزد حوالگی را بهتر عملی نموده میوه و سبزیجات ضروری را برای روزگار استحصال نمایند. محض این تدبیر امکان می‌دهد که برای قانع گرداندن طلبات روزمره اینچنین برای دوره‌های منبعده نامگوی محصولات کشاورزی ذخیره کرده شود. اهل‌دین نورالله وایدل سیوالی برای برنامه اخبار. дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёду навсозии иншооти гуногун дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва навсозии инфраструктури деҳот нигаронида шуданд. деҳаи Мустафои ноҳия бо бунёди хатҳои оби полезиву нӯшокӣ, иншооти хизматрасонӣ ва бо истифодаи оқилонаи обу замин ободу зебо мегардад. гузориши Равзали Раҳмон ва Дилшод Юсуфӣ.
طبق نقشه چاره‌بینی‌های آمادگی‌های همه‌جانبه و استقبال سزاوار 30 سالگی استقلالیت دولتی در ناحیه باباجانغفروف اکثر انشاءات ساخته شونده تعمیر و نوسازی و کارهای آبادانی به بنیاد انفراساختار رشد دهات نگرانده نقشه‌های بنیادکاری و آبادانی با مبلغ‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه اقدام‌های صاحبکاران و اشخاص سخاوتپیشه و سهم اهالی عملی می‌شوند. در دهه مصفای جماعت دهات اونجی ناحیه تدبیرهای سازندگی عامل آبادی دهه رشد ساحه و فراهم آوردن شرایط‌های ارزنده به ساکنان دهه می‌گردد. در دایره آمادگی‌ها به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی در دهه برای از نوسازی راه‌های محلی، انشاءات برق‌رسانی، خط آب نوشاکی، تامین آب پالیزی و ساختمان انشاءات کار و خدمت‌رسانی کارهای به انجام رسانده شدند که نسبت به سال‌های قبلی حجم کلان را در بر می‌گیرند و این اقدام‌های سازندگی وسعت می‌یابند. با سهم صاحبکاران محلی مرکزهای کار و خدمت‌رسانی بنیاد گردیده برای دسترسی اهالی به مال و محصولات شرایط مساعد فراهم آورده می‌شوند. بینایی کمیته محله، دفتر کاری میلیسی منطقوی، کارگاه دوزندگی و مرکز آموزش هنرهای خلقی با سهم اهالی بنیاد کرده شده برای با جای کاری تامین نمودن و به شغل و هنرآموزی فرا گرفتن زنان و دختران محلی در همکاری با خزینه اوراسیا در آسیای مرکزی دوره به دوره ساکنان دهه با آموزش فرا گرفته شده تامین مجموعه تجهیزات کامپیوتری دستگاه دوزندگی با فعالیت و پیشرفت مرکز مساعدت می‌نماید. این تشکیلات منطقوی رشد تصمیم گرفته است با کودکستان دهه که از نوسازی کرده می‌شود 80 عدد تجهیزات مبلی و رخت خواب تامین می‌نماید. حالا کارهای تعمیر و نوسازی بنای این مؤسسه تا مکتبی با سهم اهالی جریان دارد. بهره با آب پالیزی تامین نمودن زمین‌های کشت و باغات دهه، قطعه‌های نزد حولگی اقدام‌های صاحبکاران و ساکنان دهه نقش ارزنده دارد. با اقدام صاحبکار ساکنی دهه عبدالعزیز جورایف برقرار کرده شدن یک چاه عمودی آغاز تدبیرهای سازندگی بهره با آب پالیزی تامین نمودن زمین‌های کشت و باغات گردیده حالا از حساب ساختمان و برقرارسازی 6 چاه عمودی آبرسانی با اعتماد و چاه عمودی هفتم ساخته می شود. در دهه هر یک عائله از قطعه‌های نزد حولگی پرثمر و عاقلانه استفاده کرده در تامین بازار استعمالی با محصولات کشاورزی سهم می‌گذارند. اگر هر یک شهروند هر یک عائله قطعه‌های نزد حولگیش عاقلانه استفاده برند در یک سال 3 مرتبه 4 مرتبه حاصل گرفتن ممکن است. ما امسال کارتوشکا شنوندیم، بعد از کارتوشکا رو گرفتن مشک کردیم، شفتالو، بادرنگ، پمیدور همش از همین قطعه نزد حولگی ما استحصال کردیم تا حتی در زمستان هم ما علاقه ذخیره کرده ایستاده ایم. از حساب استحصال فراوان محصولات کشاورزی سهامداران خواجگاه دهقانی و ساکنان دهه در هر عائله حجم و نامگوی مواد آذوقه را در ذخیره در خانه زیاد میکنند. اهل عائله امیده منور و در زمین قطعه نزد حولگی حاصل فراوان جواری و جواری مکه رویاندند. هر یک عائله هر یک آدم جواری مکه را مول استعمال کردنش در کار. خصوصا جواری به آدم فایده کلان بسیار دارد. ساکنان دهه از حساب درآمدها در ساحه کشاورزی و صاحبکاری در بنیاد نوسازی راه و خط آب نوشاکی، خط و انشاءات برق‌رسانی و آبادانی دهه سهم می‌گذارند. در دام 2 سال آمادگی‌ها به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی 9 کیلومتر راه‌های کوچه‌های دهه منفرش اساسی، خط‌های برق نوسازی و 7 عدد ترانسفورماتورهای برقی پرقوت و نو کرده شدند. چنین اقدام‌های سازنده در دهه مصفا ادامه دارند و این عمل‌های بنیادکاری و آبادانی سهم ارزنده به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی است. در ناحیه جبار رسولوف با مقصد سزاوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تدبیرهای بنیادکاری ادامه دارد. در همین زمینه با اقدام صاحبکاران وطنی انشاءات گوناگون اجتماعی ساخته می شود. گزارش محمود احمدزاده و الیاسی باباجان. اعلان سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، تطبیق لایحه‌ها، امتیازها از اقدام صاحبکاران و اهالی با بنیاد به استفاده دهی انشاءات ضروری مرحله نو زمینه قوی رشد و آبادی دهات گردید. در دهه تاجیک‌آباد جماعت دهات گلخانه ناحیه جبار رسولوف ساکن دهه محمد صادق اماموف در یک جایگاه با فرزندان محمد شاه و فخرالدین محمد صادق زاده از نمود که بهره آبادی دهات خدمت‌رسانی به اهالی و تأسیس جایهای کاری انشاءات نو خدمت‌رسانی با طرح و لایحه زمانوی ساخته به استفاده دهند. کارهای ساختمانی بهره بنیاد مرکز خدمت‌رسانی سال 2019 آغاز گردیده 20 نفر ساختمانچیان در این مدت با جای کاری دائمی تأمین گردیدند و این حال 90% کارها اجرا شدند.
аз рӯи лоиҳа иншооти нав аз 3 ошёна иборат буда, дар ошёнаи якум мағозаи хӯрокворӣ, ошёнаи дуюм тарабхона ва ошёнаи сеюм коргоҳи ҳунармандию дӯзандагӣ ташкил карда мешавад. вақте ки ин иншоот ба истифода дода мешавад, занҳои хонанашин ба кор таъмин мешаванд, хизматрасониҳо ба оҳалӣ хеле беҳтар мегардад. дар бунёди иншооти нав дар ин деҳот ки талабот ба он зиёд аст, ба сифати корҳои сохтмонӣ ва ороиши он таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шудааст. имрӯз намои берунии бино бо ранги мутобиқ ороиш ёфта дохили маркази ҳунармандӣ дӯзандагӣ ва маркази фароғатӣ барои баргузории тӯи маъракаҳо ба таври хоса бо дар назаргирии унсурҳои миллӣ ороиш дода мешавад. ва имрӯз баробари бунёди иншоот саҳни он низ барои истироҳату фароғати сокинон навсозӣ, сафолатпӯш ва умуман худи бинои кӯча чароғон карда шудааст. ما اقدام گرفتیم که همه بنا را برای هنرهای مردمی برای جایگیر کردن 25 جای کاری برای ضعیفان و مردان همه بنا را ساخته سازیم. در دهه تاجیک‌آباد ناحیه جبار رسولов دستجمعانه انجام دادن کارهای آبادی محل زیست عنعنه است و اهل دهه یکجای کوچه‌های دهه را با لامپ‌های سویتادیادی چراغان نمودند. همزمان از طرف ساکن دهه محمد صادق امامزاده باشد یک کوچه کلان پرره از طرف اهل این عائله چراغان کرده شد که نمونه سهمگذاری در آبادی دهه و رشد دهات به حساب می‌رود. محمود احمدزاده، دلشاد یوسفی، ناحیه جبار رسولов برای برنامه اخبار. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. حکومت جمهوری تاجیکستان در دوام سالهای صاحب استقلالی به سالمی جامعه و حفظ اجتماعی اهالی دقت مخصوص ظاهر نموده در برابر تکمیل اینفراستراکتور مؤسسه‌های طبی همزمان جهت پیشگیری از هر گونه بیماری‌ها و سالمی اهالی تدبیرهای ضروری را عملی می‌سازد. از جمله در سمت پیشگیری بیماری دیابتی قند در جمهوری تاجیکستان برنامه‌های مشخص مورد تطبیق قرار داده شده است. سبب و عامل‌های گرفتارشوی به بیماری دیابتی قند و راه‌های پیشگیری آن در گزارش نوبتی ما. دیابت قند در بیشتر موردها از استعمال پیوسته مواد سرغذا به عمل میآید. استعمال نادرست غذا، پیش از همه پرخوری و مشغول نشدن به ورزش احتمال گرفتار شوی را به بیماری دیابت قند زیاد میکند. همزمان استعمال نادرست غذا به زیاد شوی وزن بدن باعث شده در نتیجه سری وقت طبابت نکردن و به ورزش مشغول نشدن انسان به دیگر نمود بیماری ها گرفتار می شود. دیابت قند به خود آریزه های زیاد دارد، به پوست تاثیر خود میرساند، به دندان تاثیر خود میرساند، مخصوصا به بیماری های ایشمیایی دل آورده میرساند، به بیماری ایشمیایی معاینه سر، یعنی مخصوصا بیماری ویران شوی گردش خونی معاینه سر به آورده میتواند که سبب های اکثریت بیماری ها شده میتواند امروز. به همین خاطر مردم باید اینا درک کنند و برای پیشگیری دیابت قند باید مبارزه برند. از این رو ساکنان را ضرور است که در یک شبانه روز نه کمتر از 30 دقیقه با آب و تابی بدن مشغول شوند. از همه روی اساسی پیشگیری از بیماری دیابت قند کم استعمال کردن خوراک‌های روغنی‌دار و دائما شغل ورزیدن به نمودهای گوناگون ورزش است. سبب اساسی این بیماری پیدا شدن میتواند که فربگی باشد یا غدود زیری پاتولوژی غدود زیری معده باشد یا مخصوصا بیماری های جگر که با تجزیه گلوکوز و گلوکوژن وابستگی کلان دارد. سببش ارثی هم شده میتواند. بعداً وقتی که انسان از حد زیاد با ورزش مشغول نمیشود، فربگی زیاد دارد، باز میگن ادینمیه، یعنی که کم حرکتی در روی دیده میشود، این چیزا به بیماری دیابت قند آورده میرساند. اساسا نفرانی که در دهات زندگی میکنند شماره کمی آنها به بیماری دیابت قند و فربهی گرفتار میشوند. سبب در چیست؟ مردم دهات چرا کمتر نسبت به مردم شهر گرفتاری دیابت قند میشوند؟ در حقیقت در دهات فعالیت مهنتی زیاد است، در زمین کار میکنند، فعالیت دیگری خوجگیداری دارند. در شهر بسیارتر کاری فکری بسیارتر است و کارهای حجروی بسیارتر است و اگر به ورزش که مشغول نشدن بعد خوراک‌های سرغذا میتواند که به دیابت قند آورد. چگونه میآورد؟ وقتی که انسان خوراک‌های سرغذا میخورد باید انرژی استعمال شده رو صرف نماید. در دهات که مثلا هر روز از کربوهیدرات ها استفاده میبرند و از ویتامین ها استفاده میبرند، از سفیده ها استفاده میبرند و در صحرا کار میکنند یا که در کارهای جسمانی میکنند، همون انرژی صرف میشود و ارگانیسم مطابق کاری خودش اجرا میکند. وقتی که انرژی زیاد استعمال میکنید و صرف نمیکنید و به بیماری مخصوص دیابت قند آورده میرساند.
инчунин тавсия мешавад ки сарфи назар аз эҳсоси солимӣ ҳар як нафар давоми 6 моҳ тибқи талаботи тиб аз ташхис бояд гузарад. шахсоне ки гирифтори бемории диабети қанд ҳастанд аз тавсияи мутахассисон истифода намуда барои солимии худ ва наздиконашон талош намоянд, зеро солимии ҷомеа аз солимии оила вобастагии қавӣ дорад. манучери сулаймон, меҳрӯзи ҷумъа, ахбор. در جمهوری تاجیکستان زیاده از 4000 نامگوی رستنی ها موجودند که از این 663 نامگو همچون رستنی های شفابخش معین کرده شدند. در عین حال در مملکت از نمودهای گوناگون رستنی های شفابخش طبیعت، نوعهای گوناگون داروواری، ملهم، روغن رستنی، چای خشک، دمآب و آبجوش ها آماده کرده می شوند. گزارش خبرنگاران ما. در تاجیکستان زیاده از 1000 نمود رستنی و گیاها به قید گرفته شدند که آنها برای معالجه بیماری‌های گوناگون استفاده برده می شود. در مورد استفاده رستنی‌های شفابخش توصیه متخصصان ضرور می باشد. گیاهی یک کرچی خوری مرغلان. آدم‌ها میگن که مثلا دارو است، اما وقتی که زخم معده در گرفتار هستند گیاهی یک کرچی همین خوری مرغلان رو استفاده بردن خاص نیست. نوشیدن همین پوپلاق پسیوخندنالی باز لاتینیش این معنی ندارد که همین کرم رو میکشد یا همین خون تازه میکند، ترکیب خون رو پاک میکند یا با عضو رئیسه جگر فایده‌ناک است که تلخه را خوب کارگرد میکند، تلخران است، غدو زیر معده رو تابد میکند، مثلا کرم ها رو میکشد. لکه این چگونه نوشیدن نکن؟ یک قاشق معده در 200 گرم آب جوش آمده. ما چیکار میکنیم؟ ما بیماری کهنه دارم، بیا یک قاشق معده به دو سه قاشق کلون ما اندازم داخل یک ترموس که بسیارتر خورم که حدا من شفا یابم. این ممکن نیست. خلق تاجیک از قدیم الایام تاریخی بای و پرغناوت داشته در ساحه طب نابغه‌های ناتکرار دارد، با مثل ابوعلی ابن سینا و زکریای رازی که اصولهای طبابت گیاهی را در مد اول میگذاشتند. پودینه هم یکی از گیاه شفابخش به کتاب گیاهای شفابخش تاجیکستان داخل شده است و در طب وسیع استفاده می شود. پودینه اساساً همچون آرام کننده، همچون موادهای آرام بخش استفاده میبریم. آدمانی که دارای عصب خستگی میباشند میتوانند وسیع از چای پودینه استفاده برند. یگان ضرر به ارگانیسم ندارد، تنها و تنها فایده میبخشد. گیاه چایکهک گیاهی میباشد که در ماههای می گل کرده ماههای سپتامبر اکتبر تخم میدهد و قریب که در تمام منطقه تاجیکستان میروید. صفت شفابخشی چایکهک در آن است که ضد گزک گرده و معده استفاده برده میشود. تخم چایکهک معده را مستحکم نموده برای بیماریهای دل استفاده برده میشود. اینچنین اشتهای آدم را کشاده کار گرده را فعال میگرداند و برای اخراج آب نالازمی گرده ها کمک مینماید. کوکتی گیاهی بسیار ساله بوده، مثلا سرشوخه می شود، گلی گلابی رنگ دارد. خصوصیت شفابخشی هر یک رستنی از ماده های فعال بیولوژی ترکیبی آن وابستگی دارد. مثلا در ترکیب اشیاء خام این رستنی نیز ماده های فعال بیولوژی هم مشاهده کرده شده است. در ساحه طب و طوری وسیع این را استفاده می‌برند. برای معالجه بیماری های گوناگون کوکتی را استفاده می‌کنند. در یک چند شکل مواد های دارویی استفاده می‌برند. این چونی در صنعت داروسازی حاضر به ترکیب داروی اورولیسان که و ما همچون دارو برای خصوصیت ورمی گرده ها و پیشابران برای معده کردن سنگ گرده معمول است. با ترکیب همون نیز اشیاء خام این رستنی داخل می‌شود. برای بیماری های راه نفس، التهاب مزمن شش ها توصیه می‌دهند. این چونی کوکتی خصوصیت زیادی شفابخشی داشته، مثلا اون را برای خونروی های میلک های دندان در عملیه استوماتولوژی، عملیه دندان پزشکی استفاده میبرند. این چونی کار دل و رگ‌های خونگرد رو فعال نموده و سیستم مرکزی عصب خصوصیت آرام بخشی و گردش خون رو به تنظیم دارد. طبیب حاذق ابوعلی ابن سینا فرموده است که باید داروی ما این خوراک ما باشد، یعنی خوراکی را استعمال نماییم که آن همچون دارو به ارگانیسم منفعت بخش باشد و از ضرر امین. خلاصه گفته ها این است که بهترین طبابت این پیشگیری از هر نوع بیماری هاست و استفاده گیاه و رستنی های شفابخش وطنی کفالت تن سالم است.
در ناحیه رشت تعمیر و نوسازی مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی وسعت داشته با جلب اهالی و مبلغ‌های بودجتی تعمیر و ترمیم مؤسسه‌های تعلیمی به راه مانده شده است. تمام صنفخانه‌های مؤسسه‌های تعلیمی تعمیر شده با تجهیزات و واسطه‌های تعلیمی از جمله کامپیوتر مجهز گردانده شدند. گزارش دیگری محمود از ناحیه رشت. سال جاری به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در نزد 6 مؤسسه تعلیمی ناحیه رشت از حساب مبلغ‌های بودجت محلی صاحبکاران و اهالی برای 760 جای نشست در یک بست بنا و صنفخانه‌های نوی تعلیمی اینچنین دیگر زیربناهای علاوه‌ای بنیاد شده است تا خوانندگان در صنفخانه و کابینت‌های فنی کشاد و برهوا تحصیل نموده برنامه‌های تعلیمی را به پورگی از خود نمایند. شماره مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه رشت 113 عدد را تشکیل نموده با مقصد آمادگی به سال نوی تحصیل وابسته به امکانات‌های مبلغ‌گذاری و کمک سرپرستان و والدان تعمیر و بنا و صنفخانه‌ها اساساً با قوه خود آموزگاران عملی شده ایستاده است. سال جاری با مقصد تعمیر و برقرارسازی مؤسسه‌های تعلیمی و دیگر انشاءات ساحه معارف از بودجت محلی 1,348,734 سومانی مبلغ پیش بینی شده. از روی حسابات مسئولین ریاست مالیه با نظرداشت امکانات‌های مالیوی مبلغ گذاری شده ایستاده است. این است که جهت سریع انجام دادن تعمیر و برقرارسازی مؤسسه‌های تعلیمی حدود جماعت‌های شهرک و دهات بنیاد بنا و صنفخانه‌های علاوه‌ای مردم نیز دست جمعانه کمک نموده ایستادند. از جمله در دهه شلونک جماعت دهات قلعه سرخ ناحیه جوانان اقدام گرفتند تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنای نوی مؤسسه تعلیمی عبارت از 2 آشانه را با تمام شرایط‌های زمانوی ساخته به استفاده دهند. در نزد مؤسسه جوانان دهه اقدام گرفتند که برای سزاوار جشن گرفتن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان یک بنای زمانوی عبارت از 11 صنفخانه ساخته و استفاده دهند. عین حال در ته‌کرسی ساختمان ادامه دارد. در ساختمان بنای مؤسسه تعلیمی دهه ذکر گردیده عین زمان 15 نفر کارگران محلی کار کرده. طبق نقشه پیش بینی شده بناکاران جد و جهد دارند تا کارهای ساختمانی را در مهلت معین شده و با صفت جوابگو به طلبات معیارهای ساختمانی بنیاد نمایند. ایدگل محمود دادرجان مرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. دوره اولی آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من که هدف از آن دریافت استعدادهای نوی ساحه صنعت و ترغیب فرهنگ ملی اینچنین جلب جوانان به شناختن فرهنگ موسیقی ملی می باشد در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان ادامه دارد. گزارش در این خصوص. در برابر دیگر ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان آزمون جمهوریوی تحت عنوان تاجیکستان وطن عزیز من که به واسطه از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد دریافت استعدادهای نوی ساحه صنعت بهترین نمونه‌های آهنگ و سرودهای ترنمگر دستاوردهای زمان صاحب استقلالی کشور اعلام گردیده است در ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز برگزار گردید. اشتراکداران دور دوم آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من از روی نامیناسیون آهنگساز، سراینده، نوازنده برآمد نموده از اشعار بلندپایه و وطن دوستانه شاعران معاصر که ترنمگر صاحب اختیاری وطن و ارجگذاری به مقدسات ملی بود منظور هیئت حکمان گرداندند. خواستم که قوه و نیروی خود را در این آزمون سنجم. در دور اول آزمون که در بهار گذشت در جماعت من غالب برآمد به دور ناحیوی راحت گرفتم و امروز خوشوقتانه خوشحالانه مقصد اشتراک کردن من در این آزمون به خاطر غالب آمدن بود که البته خیلی خوشحالم که در این آزمون من غالب آمدم. هدف اساسی آزمون دریافت استعدادهای نوی ساحه صنعت، بلند برداشتن مقام و مهارت کسبی، تقویت بخشیدن به کسبیت بلند هنر اجرا کنندگی و ایجاد موسیقی نو، اینچنین تالیف اشعار بلندپایه وطن دوستانه و ارجگذاری به صاحب اختیاری وطن، تحکیم وحدت ملی به حساب می رود. در دور دوم آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من طبقه های گوناگون جامعه مهارت بلند هنر آفری را منظور هیئت حکمان نموده مطابق طلبات های آزمون بهترین ها صاحب راحت به آزمون ولایتی گردیدند.
هر یک اشتراکچی دور ناحیوی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیز من با محتوای گرامی داشت صلح و ثبات و وحدت ملی در همبستگی با وصف آبادی کشور و طبیعت افسانوی تاجیکستان را در بر گرفته هیئت حکمان به این وسیله امکانیت پیدا نمودند برای معرفی فرهنگ اصیل خلق تاجیک بهترین ها را انتخاب نمایند. دور دوم آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیز من در دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان ادامه دارد. بیننده های گرامی چنین بودن خبر و گزارش هایی که تا این لحظه همکاران ما آماده نمودند و منظور شما نموده. خیر سلامت باشید.